این شرح عمده هست از کتاب طهارت تا کتاب حج. همین قدرش یافتن. دوام کتاب مفقود است، تا حاضر در تمام دنیا یافت نشده است. این کتاب اعلام الموقعین است. دربارش در مسئله تیوی یا نواری داریم. بهترین کتاب است. اینش کتابی بدایع الفوائد، 5 جلد. بدایع الفوائد یعنی فایده های بدیع یعنی غیر سابقه ندارد. علما کتاب میخوندند و از بین کتاب ها فایده ها را جمع میکردند. فایده ها یعنی سخن های عجیب، غریب، سخن های با تاثیر، حکمت ها، چیزی که برایشان بسیار پسند آمد اون جمع میکردند و در آخر وقتی که بسیار میشد به طبع میکنن، یعنی چاپ میکنن، یا در زمان ما در زمانهای قدیمه ها همچون نوشته کتاب کرده به فایده برای طالب علم ها دسترس میکردن تا اینکه دیگرها استفاده برند. این کتاب زاد المعاد است. در هدی بهترین خلق الله تعالی یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار کتاب بهترین است. در ضمنش طب نبوی هم در ضمن همین کتاب است. و این کتاب هر یک کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردند، حکمتش، مقصدش به یک اسلوبی، یعنی که گوییم تاریخی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لیکن به اسلوبی که مورخا می نوشتن، نه به اون اسلوب، به اسلوبی یگانه، اسلوبی که دیگرها ندارد. هم تاریخ است، هم پند و نصیحت است، هم علم است، هم معلومات است، هم مقصدی شریعت، محاسن شریعت، بزرگی های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بسیار به یک اسلوب عجیب علامه این رو بیان کرده، الله تعالی رحمت کند. سنن ابی داود، نسبت سنن ابو داود کار کردند، تهذیب کردند، خلاصه کردند. سنن ابو داود از جمله 4 سنن ها هست: سنن ابو داود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه و سنن نسائی. سنن ابو داود را می شود گفت حدیث های احکام را جمع کردند، اون حدیث هایی که مذهب امام احمد از وی استنباط می کردند، همین خیلی گویم می شود. بنابراین حنبلی ها نسبت سنن ابو داود اهمیتی خاصه دارند. اما مثلا سنن نسائی با طریق محدث ها نوشتگی است. اما جامع ترمذی، بعضی موقع سنن ترمذی این یعنی سنن گفته میشد، ولی که اصلا وی جامع است. مانند اینها کتاب فقه نیست، حدیث های احکام نیست، اون حدیث های جامع هست. کتاب های آداب دارد، کتاب تاریخ دارد، کتاب عقیده دارد، یعنی وسیع‌تر است، شامل‌تر است. کتاب دا و دوا، درد و دوا، انشاءالله اینه روزهای نزدیک به شما برای مردمی بیچاره همون که خیلی درد زیاد دارند، با دردهای زیاد مراجعت ها میکنند و این کتاب خیلی از دواها را ذکر کرده است، علاوه خصوص دواهای معنوی، دواهای قلبی که در نزد طبیب ها این گونه طبابت نیست. طبیب قلب ها، طبیب روح ها، علامه ابن القیم از سخنهای الله و سخنهای رسول الله و از طبیب های مسلمان ها این سخنهای نایافت را جمع آوری کردن. انشاءالله بهره شما میرسونیم. این کتاب فواید است، این 1 جلد است، اما بدایع الفواید 5 جلد است. این کتاب فتح باب العنایه از آن ملا علی قاری
الهروی الحنفی، شرح کتاب نقایه هست، عقاید مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و این کتاب هدایه هست، یکی از مشهورترین کتاب فقه حنفی از آن مرغینانی. عرب ها مرغینانی می نویسند ولی اصل مرغیلان هست، نسبتاً به شهر در وادی فرغانه. این کتاب افادة البریه بالتعلیق علی شرح الطحاویه. عقیده طحاوی، امام طحاوی میدونید که حنفی هست و ابن ابی العز حنفی بهترین شرح دادند کتاب طحاوی را و علامه عبدالکریم خضیر به همین کتاب تعلیق کردند، یعنی شرحی بسیط. این کتاب محرر است، شرحی محرر فی الحدیث از آن ابن عبدالهادی هست اصلا، ولی ابن عبدالهادی یکی از شاگردان شیخ الاسلام. این اصلا کتاب علم حدیث است، در کلیه حدیث همین کتاب مقرر بود. این در 7 جلد علامه عبدالکریم خضیر به زبان عصر شرح دادند، بسیار شرحی خوب، ساده و وسیع بودن اطلاع شیخ را در این شرح دیده می شود. انشاءالله از این هم برای شما درس می گوییم. این 4 جلد خطبه های استادمان شیخ عبدالمحسن قاسم امام خطیب مسجد نبوی قاضی مدینه منوره است. خطبه هایی که اون کس از سنی 29 سالگیشان امام خطیب مسجد نبوی هستند، حالا تقریبا 55 ساله شدن. خطبه هایی که در مسجد نبوی میگفتن اینا ترتیب کردن، نه ترتیب زمانی بلکه ترتیب موضوعی. اگر در موضوع عقیده باشد عقیده، در موضوع فقه باشد فقه. و من وقتی که خطیب بودم در شهر کانیوادام، پیش از اون که خطبه را آماده کنم، مثلا در کدام موضوع باشد خطبه های علما را مطالعه می کردم، کدام خطیب در همین موضوع چی گفته است. اگر یکان گپی خوب داشته باشد می گرفتم، لیکن یگان خطیب را ندیدم که خطبهش جامع باشد مثل شیخ عبدالمحسن، الله جزای خیر دهد. این کتاب در 4 جلد به طبع رسانیدیان. این کتاب سعود المراقی شرح الفیه عراقی، این عقاید مصطلح الحدیث است. اگر کسی همین کتاب اگر خوانده یعنی فهمد، برای او کفایه هست فهم مصطلح الحدیث. این هم از آن شیخ عبدالکریم خضیر. این اصلا یعنی که شرحی الفیه عراقی است. الفیه عراقی 1000 بیت شعر عقاید علم مصطلح الحدیث است. شیخ آمدن کتاب را شرح دادن، بسیار شرحی و زبان عصر، شرحی مناسب و ساده و جامع.